سرزمینی که در دل شنهای روانش رازهای جاودانه‌ای نهفته است و آسمونش زیر شعله‌های آفتاب سوزان قصه های بی‌پایانی برات داره. عربستان جایی که سنت‌های هزاران ساله با مدرنیته‌ای حیرت انگیز دست به دست هم دادن. میدونستی اینجا بزرگترین پروژه شهری جهان یعنی نئوم در حال ساخته شدنه؟ با اینکه قوانینی دارن که شما رو شگفت زده خواهد کرد، امروز با هم به سفری ادبی و تصویری میریم تا این کشور پر رمز و راز و از زوایای نو کشف کنیم. عربستان سعودی همچون نگینی در قلب شبه جزیره عرب می درخشه. این کشور از شرق با آبهای نیلگون خلیج فارس و از غرب به دریای سرخ محدوده. همسایه‌هاش کویت، عراق، اردن، یمن و عمان هر کدوم قصه‌ای مشترک از تاریخ این منطقه رو دارن. عربستان با وسعتی بیش از 2 میلیون کیلومتر مربع به واقع پهنه‌ای بیکرانه. پایتخت این کشور ریاض همچون شهری از دل داستان‌های 1001 شب با معماری‌های مدرن و فرهنگی زنده، جاییه که تاریخ و تکنولوژی در کنار هم شکوه می‌آفرینن. در عربستان بادهای گرم و ماسه‌ای سوزان حکمرانن. تابستون‌هاش همچون کوره آتش و زمستون‌هاش معتدل و خنکن و فرصتی عالی برای سفر هستند. بهترین زمان برای کشف این سرزمین از نوامبر تا مارسه. در این ایام حتی بیابون‌ها هم از شور و زندگی لبریزن. زبان رسمیشون عربی همچون گنجینه‌ای از شعر و حکمت‌ها در بین مردم جاریه. جمعیت عربستان حدود 36 میلیون نفر تخمین زده میشه. دین مردم این سرزمین اسلامه و عربستان نه تنها زادگاه پیامبر اسلام بلکه خانه دو مکان مقدس مسلمانان یعنی مکه و مدینه است. عربستان گهواره تمدنیه که از اعماق تاریخ تا عصر حاضر شاهد رویدادهای بزرگی بوده. این سرزمین محل آغاز اسلام و خانه کعبه است، اما تاریخ مدرن اون جذابیت‌های خودشو داره. در سال 1932 ملک عبدالعزیز این کشور رو متحد کرد و پادشاهی سعودی رو بنا کرد. عربستان دارای پادشاهی مطلقه که خانواده سلطنتی آل سعود قدرتی بیچون و چرا در اون دارن. اما نکته شگفت انگیز اینه که در سالهای اخیر اصلاحات قابل توجهی در عربستان دیده شده. از آزادی‌های اجتماعی برای زنان گرفته تا سرمایه‌گذاری‌های عظیم در پروژه‌های مدرن. اقتصاد عربستان همچون طلای سیاه بر نفت استواره. این کشور بزرگترین صادرکننده نفت در جهانه و واحد پولش ریال سعودی ارزش خودشو در برابر دلار حفظ کرده. اما میدونستی که عربستان به تازگی وارد عرصه صادرات انرژی های تجدیدپذیر شده؟ این حرکت آینده‌ای متفاوت برای این کشور پیش بینی میکنه. عربستان فقط خانه مکانهای مذهبی نیست. برج الملکه، شهر باستانی العلا و طبیعت نفسگیر بیابان ربع الخالی شما را محصور خواهد کرد. یکی از پروژه های خیره کننده این کشور نئوم، شهری هوشمند و دوستدار محیط زیسته که آینده معماری جهان رو شکل خواهد داد. از عطرهای مجلل مانند عود گرفته تا خرماهای ناب، سوغاتی‌های عربستان در نوع خودش منحصر به فرد هستند. غذاهای محلی این کشور مثل کبسه و دسر خوشمزه‌ای به اسم ام علی طعمی بی‌نظیر دارند.
در عربستان قوانینی مثل ممنوعیت الکل و محدودیت‌های پوشش برای زنان وجود داره، اما اصلاحات اخیر تغییرات بزرگی به همراه آورده. از سوی دیگه مردم این سرزمین به مهمان نوازی مشهورن و سنت‌های دیرینه‌ای همچون قهوه خوری‌های جمعی از عادت‌های مثبتشونه. زندگی در عربستان برای خارجی‌ها به ویژه به دلیل قوانین فرهنگی و اجتماعی چالش برانگیزه، اما میدونستی که این کشور یکی از بلند پروازترین چشماندازهای اقتصاد جهانو داره؟ پروژه‌هایی همچون خط 20 و شهرهای آینده نگرانه این کشور رو به مقصدی استراتژیک برای سرمایه گذاران بدل کرده. عربستان سرزمینی که گذشتش پر از شکوه و راز و آیندهش سرشار از امید و پیشرفته. نکات خارق‌العاده و کمتر شناخته شده درباره عربستان پروژه باغ‌های معلق عربستانه. این پروژه که در شهر نئوم در حال اجراست، الهام گرفته از باغ‌های معلق بابل، یکی از عجایب هفتگانه جهان باستانه. هدف این طرح ایجاد باغ‌های عمودی و مدرن در دل بیابونه که از فناوری‌های پیشرفته برای کشاورزی پایدار و مدیریت آب استفاده می‌کنه. این باغ‌ها قراره نه تنها زیبایی خیره کننده‌ای داشته باشن، بلکه محیط زیست بیابونی رو به شکل بی‌سابقه‌ای احیا کنن. چنین طرح‌هایی نشان دهنده جسارت عربستان در ترکیب سنت‌های باستانی با فناوری‌های نوین برای ساخت آینده‌ای متفاوته. این پروژه نشون میده که عربستان نه تنها سرزمین نفت و بیابان نیست، بلکه کشوریه که با جاه طلبی و دیدگاهی پیشرو به دنبال باز تعریف زندگی در اقلیم‌های خشکه. این ویژگی عربستان رو به الگویی جهانی برای توسعه پایدار در مناطق کویری تبدیل میکنه.